شخصیت اصلی فیلم یک کفاش میان ساله که هنوز با مادر زندگی میکنه. یه روز متوجه میشه میتونه با پوشیدن کفشای مختلف خودشو به شکل صاحبای اون کفشا در میاره. کفاش از این قدرت واسه افتتاح سوراخ دختر رو استفاده میکنه. رفقا سلام، امروز میخوام فیلم پینه دوز رو بهتون معرفی کنم. اول فیلم تو سال 1903 یه روحانی یهودی رو میبینیم که نصف شب وارد یک کفاشی میشه و اونجا با اعضای انجمن یهودیان ملاقات میکنه. وسط جلسه یکی از اعضای انجمن کفش پارش رو میده به صاحب کفاشی. کفاش میره سر وقت چرخ خیاطیش رو شروع میکنه به کار کردن. جلوتر معلوم میشه چرخ خیاطی خیلی واسه کفاش با ارزشه، چون اون از باباش به ارث برده و باباشم از یه مرد بی خانمان هدیه گرفتتش. تو صحنه بعد داستان فیلم برمیگرده به عصر مدرن و ما با یک کفاش به اسم مکس آشنا میشیم. موقع نهار یه زن به اسم کارمن وارد مغازه مکس میشه و ازش میخواد یه شکایتنامه علیه سرمایه‌گذارا امضا کنه. زنه میگه سرمایه‌گذارا میخوان همه کسب و کارهای محلی رو بخرن تا کل منطقه رو تصاحب کنن. کارمن قبل از رفتن یه اعلامیه بهش میده و میگه قراره چند تا از اعضای محل واسه حمایت از یه پیرمرد به اسم تام تظاهرات کنن، چون سرمایه‌گذارا قصد دارن پیرمرد رو از خونش بندازن بیرون. آخر شب مکس برمیگرده خونه و واسه مادرش آماده میکنه. روز بعد یه مشتری به اسم لیان میره مغازه مکس و ازش میخواد کفشاشو برق بندازه. مکس متوجه میشه لیان حسابی مایه داره، چون یه ساعت خیلی گرون دستشه. لیان قبل از رفتن یه جفت کفش دیگه هم واسه تعمیر به مکس میده و میگه ساعت 6 میاد تحویلشو میگیره. مکس سری میره سراغ چرخ کفش دوزیش، اما چرخ اتصالی میکنه و از کار میفته. مکس هم به ناچار میره از تو زیر زمین یه چرخ خیاطی قدیمی برمیداره و به موقع کار کفشا رو تموم میکنن. اما ساعت از 6 میگذره و خبری از لیان نمیشه. مکس کلی منتظر میشینه و حوصله‌اش سر میره. واسه همین تصمیم میگیره کفشای لیان رو امتحان کنه. اما تا اون رو میپوشه تبدیل به خود لیان میشه. مکس خیلی از این اتفاق وحشت میکنه و همین خاطر سری کفشا رو از پشت در میاره و صورتش بلافاصله به حالت عادی برمیگرده. اون با کنجکاوی کفشای دیگه مغازه رو هم میپوشه، اما بدنش هیچ تغییری نمیکنه. مکس متوجه میشه فقط کفشای قدرت جادویی پیدا میکنن که با چرخ خیاطی قدیمی دوخته بشن. اون با عجله میره تو زیرزمین و کفشای مختلف و با چرخ خیاطی قدیمیش میدوزه. بعدم میپوشتشون و هر بار با موفقیت تغییر چهره میده. مکس حتی کفشای پیرمرد مرده رو هم امتحان میکنه و ظاهرش شبیه جنازه اون میشه. آخر شب مکس برمیگرده خونه و از مادرش میپرسه بیشتر از همه دوست داره چه کاری انجام میده. اون میگه بزرگترین آرزوش اینه که یه بار دیگه با شوهر سابقش مایک شام بخوره. صبح روز بعد یه دختر جذاب به اسم ترن کفشای دوست پسرش باب رو واسه تعمیر میبره پیش مکس. مکس هم از این فرصت استفاده میکنه و کفشای مرده رو میدزده. جلوتر مکس در قالب باب میره پیش دختره و اونو میبوسه. از مکس میخواد که باهاش بره زیر دوش. مکس هم حسابی هیجان زده میشه و شروع میکنه به کندن لباساش. اما یه دفعه یادش میاد که اگه کفششو در بیاره چهرهش به حالت اصلی برمیگرده. اون به ناچار از ترن عذرخواهی میکنه و میذاره میره. بعدتر مکس تصمیم میگیره آرزوی مادرشو برآورده کنه. به همین خاطر کفشای باباشو میپوشه و میره پیش مادرش. سارا با ذوق و شوق حاضر میشه و با مایک قلابی میشینه سر میز، اما خبر نداره مردی که داره باهاش شام میخوره در واقع پسرشه. در ادامه مکس تغییر چهره میده و میره خونه لیان واسه دزدی. اون همه جای خونه مرد رو میگرده و یه چمدون پر از اسلحه و شوکر پیدا میکنه. اما تصادفی به خودش شوک الکتریکی میده و از هوش میره. بعد از چند دقیقه مکس به هوش میاد و با عجله کفشای لیان رو میپوشه تا هر چه سریعتر فلنگو ببنده. اما دم در با لیان اصلی روبرو میشه. اونا با هم درگیری میشن و حسابی کتک کاری میکنن. در نهایت مکس لیان رو بیهوش میکنه و با طناب میبندهش به صندلی. وقتی لیان به هوش میاد مکس رو جلوش میبینه که به شکل یه پسر بچه در اومده. مکس میخواد بدون ساعت‌های گرون قیمت لیان کجا، اما اون جای ساعت‌ها رو لو نمیده. بعد از چند دقیقه مکس از اتاق میره بیرون و با یه ظاهر جدید برمیگرده داخل. لیان هم میترسه و بالاخره اعتراف میکنه ساعتشو کجا قایم کرده. مکس سری میره سراغ اونو، اما یه دفعه دو تا از دوستای لیان میان دنبالش و مکس هم در قالب لیان همراه اونا میره. تو صحنه بعد مکس و دوستای لیان وارد ساختمون متروکه میشن. چند تا مرد دیگه هم اونجا دارن خلافکار به اسم اریک رو شکنجه میدن. اونا میخوان اریکو بکشن، اما خوشبختانه مکس جلوشونو میگیره.
در ادامه مکس و دوستای لیان میرن پیش یه زن ثروتمند به اسم ندا. ندا در واقع همون کسی که در به در دنبال خریدن خونه تامه. زن مکس رو با لیان اشتباه میگیره و همین خاطر هم بهش پول میده و اونو واسه گرفتن خونه تام مأمور میکنه. جلوتر مکس دوباره میره خونه لیان، اما لیان با اسلحه بهش حمله میکنه و میخواد اونو بکشه. در همین حین مکس کفششو در میاره و چهرهشو به حالت اصلی برمیگردونه. این اتفاق لیانو میترسونه و تمرکزشو به هم میزنه. مکس هم از فرصت استفاده میکنه و 4 دست و پا میره سمت در. لیان سعی میکنه جلوشو بگیره، اما مکس پاشنه کفششو فرو میکنه تو گردنش و میکشتش. صبح روز بعد مکس از شدت عذاب وجدان تصمیم میگیره بره پیش پلیس و به همه چی اعتراف کنه. پلیسا هم واسه بررسی ماجرا میرن خونه لیان، اما میبینن اونجا هیچ جنازه و هیچ نشونه‌ای از قتل نیست. مکس رو اعترافاتش پافشاری میکنه، اما پلیسا حرفاشو باور نمیکنن، معتقدن اون داره سر کارش رو میذاره. بعد از این ماجرا مکس با عجله میره مغازه‌شو، میبینه کفشا، پولا و اسلحه‌اش اونجا. اون تمام وسایل رو جمع میکنه و میخواد سوار تاکسی بشه که یه دفعه صاحب مغازه کناری جیمی سر میرسه و از مکس میپرسه چه خبر شده. اونم میگه باید بره پولای یه نفر رو پس بده. جیمی با شنیدن این حرف خیلی نگران میشه و تعریف میکنه که مایک هم قبل از ناپدید شدن همین حرفا رو میزده، چون با افراد خطرناکی به مشکل خورده بوده. در ادامه مکس با یه ظاهر جدید میره پیش ندا، بهش میگه لیان نمیتونه مأموریت رو انجام بده، اما یکی از زیر دسته زنه مکس رو کتک میزنه و بیهوشش میکنه. تو صحنه بعد مکس رو صندلی ماشین نوچه های ندا به هوش میاد و میشنوه اونا دارن نقشه آتش زدنی ساختمون رو میکشن. مکس یواشکی کفشای یه پیرمرد مرده رو میپوشه و در واقع با این کار خودش رو تبدیل به یه زامبی میکنه. وقتی راننده مکس رو تو اون وضعیت میبینه میترسه و ماشین رو میکونه به دیوار. اونم از فرصت استفاده میکنه و فرار میکنه. صبح روز بعد مکس تو مغازش اعلامیه کارمن رو میخونه و متوجه میشه ساختمونی که زیر دست این ندا قرار آتیش بزنن خونه تامه. اون با عجله میره پیش کارمن و ماجرا رو براش تعریف میکنه. بعدم به تام هشدار میده، اما پیرمرد حاضر نیست بیخیال خونش بشه و اصلا براش مهم نیست چی پیش میاد. یه دفعه مکس یه نقشه میکشه و با پوشیدن کفشای تام خودشو به شکل اون در میاره. بعد با همون ظاهر میره سراغ ندا. مکس به زنه میگه حاضر خونش رو در ازای $100,000 و یه بلیت سفر بفروشه. ندا هم از خدا خواسته قبول میکنه. در همین حین نوچه های ندا واسه تصفیه حساب میرن خونه تام واقعی و کفشاشون رو میذارن دم در. مکس همون کفشا رو میدوزه و باهاشون تغییر چهره میده. در ادامه مکس خودش رو تبدیل به یکی از نوچه های تام میکنه و ندا رو میکشونه تو خونه تام. بعدم کفشای تام رو میپوشه و به زنه میگه نمیخواد ملکشو بفروشه. ندا از شنیدن این حرف خیلی عصبانی میشه و مکس رو به مرگ تهدید میکنه. در همین حین کلی فیلمبردار از اتاق میان بیرون و ندا میفهمه تمام این ماجرا یه تله بوده. بعد از دستگیری ندا مکس واسه آخرین بار چهرهش رو عوض میکنه و میره پیش دوست دختر لیان تا ساعتایی که دزدیده رو بهش بده. اما تو راه برگشت توسط اریک دزدیده میشه. اریک فکر میکنه مکس لیانه و اونو به زور میشونه تو ماشینش، ولی یه دفعه یه کامیون از بغل میکونه بهشون. وقتی مکس به هوش میاد جیمی رو بالای سرش میبینه و میفهمه اون نجاتش داده. بعد از این مشخص میشه کسی که صحنه قتل لیان رو تمیز کرده بوده هم جیمی بوده. جیمی میگه از ماجرای چرخ خیاطی جادویی خبر داره. بعد کفششو در میاره و تبدیل به مایک میشه. تو صحنه آخر مکس با خوشحالی باباشو بغل میکنه و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.